واکنش شدید امیر تتلو به اعتراضات و اتفاقاتی که داخل ایران افتاده. امیر تتلو از توی زندان واکنش نشون داد و هنوز بعضی از رپرها داخل بیرون واکنش نشون ندادن. داخل ویدیوی امروزمون قراره به صورت کامل راجع به امیر تتلو و اتفاقاتی که واسش افتاده، راجع به اینکه کی آزاد میشه، کی قرار آزاد بشه و کی حبسش تموم میشه و راجع به اتفاقات اخیر و صحبت‌های اخیری که راجع به مردم کردم قراره با هم دیگه صحبت بکنیم. بهتون پیشنهاد می‌کنم که تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. یا برعکس امیدوارم که حال دلتون مثل این روزا نباشه و خوب باشه. این روزا خب ما خبرها رو چک میکنیم و میذاره داخل مجازی هستیم، باز میکنیم صفحات مجازی و مثلا من رندوم خودم بشم میگشتم تو مدیا و یه سری چیزا رو داشتم بالا پایین میکردم. با همین الان مثلا دارم صفحه سیستم رو نگاه میکنم، مثلا اینجا آتیش گرفته یا مثلا 2 دقیقه میگذره مثلا یا یه جا آتیش گرفته یا یه جا رو میخوام بزنن یا تهدید میکنن یا مردم سردرگمن و واقعا روزای خوبی رو نداریم. حقیقتا من نمیدونم چی باید بگم، چون دستی من هیچی بر نمیاد. چیزایی هم بخوام بگم برام دردسر میشه و هیچکس عملاً چیزی نمیتونه بگه. و داخل ویدیو امروزون پس چی شد؟ قرار راجع به امیر تتلو اتفاقات اخیر صحبت بکنیم. یه چیزایی میخوام بهتون بگم، یه صحبت ریزی با هم دیگه داشته باشیم. سعی میکنم واقعا ویدیو نسازم تا اونجایی که خودتونم میدونید، یعنی اکثرش خودتون میدونید دیگه. من تو این چند وقت اخیر شاید کلا سرجم 10-15 تا ویدیو درست کرده باشم که اونم خودتون دیدید، درسته؟ و کلا سعی میکنم ویدیو نسازم، ولی امروز گفتم دیگه ویدیو بسازیم، میخوردم با هم گپ بزنیم، هم وی پی معرفی کنیم لا بلا و بهتون میگیم چه اتفاقی افتاده. فقط دمتون گرم دیگه. ساب و لایک و کامنت اینا یادتون نره. چنل متاسفانه واقعا خوابیده و نمیدونم با چیکارش بکنم، ولی حالا بزرگترین کمکی که شما میتونید بهم بکنید اینه که فقط ساب کنید دیگه. دمتون گرم. با هم دیگه بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب بچه‌ها، اول از همه راجع به امیر تتلو خب یه سری دیتا وجود داشت که من جمع‌آوری کردم از قدیم. مثل اینکه تتلو یه سری واکنش‌ها نشون داده و واکنش‌های تتلو این بوده. پستی که امیر تتلو رو یوتیوبش منتشر کرده یه پست خیلی زیادیه بچه‌ها، یعنی اینقدر پست منتشر کرده 2 روز دیگه و که حالا حدوداً 3000 تا لایک خورده و متاسفانه چنل امیر تتلو به یک فاجعه‌ای رسید. اما فاجعه رو چون نتونستم بهتون نشون بدم چون وی پی ان متاسفانه خاموشه. و تنها نکته که میتونم وسط بهتون بگم اینه که سعی کنید بچه‌ها از وی پی ان های رایگان استفاده نکنید. حتی شده 200,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان وی پی ان بخرید از جای مطمئن و استفاده بکنید. از رایگان اصلا استفاده نکنید، چیز خوبی به گوش نمیرسه. 3 هفته پیش 14,000 تا ویو متاسفانه و اتفاقاتی که افتاد تو کشور باعث شد همین تتلو واقعا نتونه اون حدش برسه. 1 ماه پیش تتلو شروع کرد حالا یک ویدیوی پخش کردن رو یوتیوبش و این ویدیو یوتیوب تتلو که داره این وسط یه سری چیزا رو نشون میده و اینکه چجوری امضا جمع کنیم، چجوری امضا کنیم و همین داستانای راجع به امضا و رفتن از کشور دیگه. ببین چون آزادش نکردن تتلو اومد گفت آقا منو که آزاد نمیکنید، اوکی حداقل بیا چیکار کنید، حداقل یه حرکتی برام بزنید و منو از کشور بفرستید، تبعیدم کنید. آموزش ثبت امضا برای آزادی امیر تتلو. اول وارد سایتی که لینکش براتون گذاشته شده میشین. اگه با فیلتر شکن سایت براتون باز نشد، فیلتر شکن خودتون رو خاموش کنید و دوباره وارد سایت بشید. وقتی وارد سایت شدید، این راجع امیر تتلو سایتشه که تو کپشن هم گذاشته شده برای اینکه چی امیر تتلو حالا آزاد بشه. دارن امضا جمع میکنن برای بین حالا سازمان، فکر کنم نمیدونم یه سازمانی هست برای هنرمنداست خب که اونو دارن امضا جمع میکنن. اما ما حالا بشینیم بخونیم راجع به اینکه تتلو چی گفته. من از اولم گفتم و بازم تاکید میکنم، نه این شلوغه و اعتراضات هیچ ربطی به من نداره، به کاملا اقتصادیه. گرونی و فشار روی مردم واقعیه و همه حق اعتراض داره، اما هیچ کس حق نداره اسم منو بندازه وسط یا شلوغی یا ناامنی درست کنه. من نه کسی رو تحریک کردم، نه دعوت به آشوب دادم و نه هیچ وقت طرفدارای من ریختن تو خیابون درگیر شدن. اعتراض اگه قرار باشه شکلش مشخص و انتقادش به خود مردمه، نه با من. الان مدت‌هاست که فضای مجازی و حاشیه فاصله گرفتم، دنبال آرامشم، دنبال زندگی خودم و نمیخوام وارد بازی مسخره و سوء استفاده بشم. نه صفحه فیک دارم، نه فعالیت پنهانی، نه برنامه‌ای خارج از همین صفحه رسمی اسم منو خرج نکنید، از صفحه سوء استفاده نکنید و چیزی که نگفتم رو به من نچسبونید. من مسئول شلوغی و امنی یا اتفاقات خیابانی نیستم. دغدغه‌ام فقط آرامش، سلامت، امنیت مردم و درست شدن اوضاعه که داخل حالا این خبراش بود. و اینجا داخل خود یوتیوب تتلو خب اگه یه خورده برید سمت پستاش و پستاش شروع کنید نگاه کردن، یه چیزایی میفهمی که حالا بچه‌ها اینو زده بودن و کامل‌ترش رو بهتون میگم.
که آقا اینجا اومده چی گفته که آقا من وضعیت بیرون رو میدونم، خب با شلوغی موافق نبودم، یه سری داستانا گفته و گفته که همه چی اوکی میشه به امید خدا، اعتراض حالا مردم اعتراض میکنن اسمشو اختشاش نذارید و فلان، یه سری حرفا زده و گفته که امیدوارم کشور درست شه و اومده یه جورایی تقریبا تو اینجا تو این متن زیاد پشت مردم رو نگرفته، خب اونقدر پشت مردم رو نگرفته، ولی خب فن پیجاش یه پیامی برای فن پیجاش فرستاده بود و من پیامو داخل کانالم گذاشتم، حتی کانال فکر کنم تتل تیوی که از فن پیج های بزرگ امیر تتلو، الان براتون با تو این قسمت بیارم دیگه، تتل تیوی، ببینید این تتل تیوی رسمه، اسکرین رکوردم رفت بچه شرمنده، اصلی ترین همون فن پیج تتلوه. خب و ببینم پیامه رو پاک کرده یا نه. بالاخره امیر تتلو این چیزی که به تتل تیوی رسوندن، تتل تیوی هم حسن بابا تایید میکنه، هم خانواده امیر تتلو و کلا افرادی که تتلیتی ان و فامیلای تتلو ان و نمیدونم آهنگسازشن، نمیدونم خود تتلو، اصلا کلا تتل تیوی رو تایید میکنن، معتبره به نظر من و خیلی هم ویوش بالاست. بالاخره بعد از هفته‌ها صحبت‌های جدید از امیر تتلو منتشر شد. امیر تتلو با مردم ایران همدردی میکنه و اعتراضات مردم رو به رسمیت میخونه به حق. امیر اعتقاد داره که این وضعیت اقتصادی و گرونی مردم حق دارن که اعتراض کنن. اگه مردم به خیابون اومدن توسط هیچ کس تحریک نشده، نه توسط اون نه کسی دیگه. اقتصاد ضعیف و گرونی اونا رو به خیابون کشونده. خب این چیزی که گفته تتل تیوی گفته، ولی خب خود متن خیلی فرق میکنه نسبت به اون داستان و اینم که بچه‌ها سایت حالا امضای تتلوه که 71,000 تا امضا جمع شده که اینجا اسمتون رو وارد کنین، دو تا تیکم بزنید میتونید حالا یه امضا بزنید. البته دیگه الان فکر نکنم زیاد بخوره، البته بچه‌ها دارن اینجا 3 روز پیش اصلا دیگه جدیدا کسی امضا نزد، آخرین امضا بچه‌ها 3 روز پیش بوده که مثلا زدن بچه‌ها و حالا اینجا زدن، مثلا مرتضی نمیدونم، مثلا سیاوش نمیدونم، میبینید که اسم مهران آروین و نمیدونم 1000 نفر دیگه که اینجا دارن امضا میکنن و حدود 71,000 امضا جمع شده و به 100,000 تا امضا نرسید. خب این سایت خیلی بزرگیه که میان امضا جمع میکنن و سایت هم جهانیه. خب خودتون میبینید راجع به مسائل واقعا زیادی هم امضا جمع میکنن. مثلا یکی از این مسائلی که مثلا نمیدونم راجع به چی هست تو سایتی که تتلو رو گذاشتن، حدودا فکر کنم 1 میلیون اگه اشتباه نخونم عددو رأی گرفته. سایت خیلی بزرگه و در برابر اون 1 میلیون کلا اینجا 70,000 نفر بچه‌ها، نه 1 میلیون نیست بچه، 100,000 تاست فکر کنم، اصلا رأی گیری نیست ولی فکر کنم بوده تموم شده. من چه اتفاقی افتاد فکر کنم بچه‌ش خمشید چی، من خیلی سایت بزرگترین چیزی که ما فکر می‌کنیم. من یادم یه تایمی سر رضا پهلوی و این داستانا بچه‌ها اومدن همچین حرکتی زده بودن، یادتونه می‌خواستن نمیدونم وکالت بدن، علی کریمی هم شروع کردن تو همچین داستانی، اینا اومدن بچه‌ها زدن به صورت کامل و آره خلاصه داخل چنل تلمون ما بچه‌ها براتون وی پی ان و این داستانا تهیه می‌کنیم می‌ذاریم. من به یادتون هستم همه جوره و امشب که یه سری برنامه خاص داریم وی پی ان قرار بذارم براتون و یه سری اتفاقات دیگه. روزای خوبی رو واقعا سپری نمی‌کنیم، هر چی من بگم واقعا کمه. بریم اما اول پرونده تتلو رو تمومش کنیم، یه سری چیزایی که می‌خواستم بگم و بعد می‌رسیم سراغ وی پی ان و این داستانی که نمی‌تونم به صورت مستقیم بگم چون برامون دردسر میشه، سوسکی میگم استفاده بکنیم. پست قدیمی امیر تتلو که خیلی وای به حالی داد، مخصوصا وقتی تو ویلاش وایساده و کل ترکیه روبروشه. ماه رو نمیشه تو دست گرفت، فقط میشه باش عکس گرفت، اونم تازه از دور. اونایی که فکر میکنن زرنگن فکر میکنن، رو این زمین هیچ جای فراری نیست که اونم منظور دار گفته. کانیه وست از امیر تتلو حمایت کرده و گفته که امیر تتلو رو آقا جان آزاد بکنید. تو چنلش هم اومده همچین پستی زده راجع به تتلو و این یارو دانیالو همین چیز امیر تتلو رو اومده فور کرده. کانیه وست نوشته که آزادش کنید، امیر تتلو خواننده صورت خط خطی رو، اون هیچ کاری نکرده. خب کانیه وست تو تمام کلماتش کلمه یی رو به کار میبره. ببین چه بدم گفته، خواننده صورت خط خطی رو. واقعا انرژی ندارم به صورت قدیمی ها، تو ویدیو قدیمی منو خیلی انرژی داشتم، من اصلا انگار هیچی، فقط دارم خبرها رو بهتون میگم. بچه‌ها اینم که از واکنش ایسین خیلی از بچه‌ها شروع کردن واکنش نشون دادن، خیلی خبرها زیاده، چنل تلو حتما داشته باشید، وی پی ان میذارم، شرایطو میذارم، خیلی چیزا دیگه بچه‌ها براتون تو چنل سعی میکنم پست کنم. مثلا یکی از چیزایی که پست کرده بودم خودم واقعا خوندنش ناراحت شدم به شدت، راجع به این بمباران هوایی بود. امیدوارم اتفاقی نیفته، ولی اگه یه روز اتفاق افتاد هشدار حمله هوایی اول از بلندگاه اعلام میشه، فقط چند ثانیه وقت دارید پناه بگیرید یا پناه بگیرید. خب بین هشدار و استفاده زمان بسیار کوتاهه، یعنی مثلا ممکنه آره دیگه خیلی کمه، هشدار رادارا مشخص میکنن. به امن‌ترین نقطه برید، اتاق که داخل نمیدونم زیرزمینیتون راپلتون، فقط برید پایین. خب
دراز بکشید، سرتون رو بپوشونید، دهانتون نیمه برای کاهش آسیب موج. اگر پناهگاه نیست پشت مانع سقف بخوابید و از شیشه ها دور شید. شیشه نریزه سرتون، خدای نکرده. و کجا رفت؟ و این اتفاقی که افتاده. بعد از انفجار اول بیرون نرید، حمله دوم برای کشتن نجات دهندگانه. آرام حرکت کنید و فقط زمانی خارج شوید که صدا متوقف شدن. قبل از حمله تمرینات کوتاه و کیف ضروریتون حتما آماده بکنید. سیگنالش ضعیف باید به نقطه ام بریم و سیگنالی که مثلا میبینید گوشیتون آنتناش ضعیف میشه دیگه خودتون بفهمید داستان چیه. من واقعا تو همچین روزایی نبودم ولی این چیزا رو دارم میذارم که استفاده بکنید. این چیزا رو برای خودتون آماده بکنید. یه اسکرین شات بچه‌ها لطفا از این بگیرید تو گوشیتون نگه دارید. اگه اتفاق افتاد دنبال این چیزا نباشید. اینا رو سعی کنید زودتر آماده کنید. صابون و نمیدونم چراغ قوه و باتری و آره مواظب خودتون خیلی خیلی باشید بچه‌ها. واقعا شرایط خیلی بده. من سعی میکنم باز هر چی شده اطلاع رسانی کنم داخل کانال تلمون. هر اتفاقی افتاده من براتون سعی میکنم واقعا بذارم. مواظب خودتون خیلی 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 باشید لطفا تو این روزا. و اخبار فکر توجه نکنید. خودم کم اخبار میذارم ولی اخبار حقیقت رو میذارم. تو رپ که خبری سعی میکنم اخبار بذارم و اینورم که داریم کارمون رو انجام میدیم. مواظب خودتون خیلی خیلی باشید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم هیچ وقت براتون هیچ اتفاقی نیفته. حتی اگه بمباران هوایی شدیم، بمباران شیمیایی شدیم، جنگ شد، مذاکره شد، هر چی شد، امیدوارم سرش به ما گره نخوره. مواظب خودتون باشید. با امید دیدار.